سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگا 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگا برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید ببینید. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان خبری رادیو آزادی را درباره فوت یک مرد 60 ساله در ناحیه جبار رسولوف تصدیق کرده گفتند که او از بیماری پنومونیا یا التهاب شش فوتیده است. این اظهار در حالی صدر که رادیو آزادی از تحت کرانتین گرفته شدن 11 کارمند بیمارخانه این ناحیه پس از فوت مرد 60 ساله خبر داد. مقامات تندرستی ولایت سوق در یک نشست خبری با کرونا ویروس ربط داشتن این رویدادها را رد کردند، ولی گفتند 13 نفر کارمند طب و خویش و نزدیکان برخی از افراد در بیمارخانه استراحتی شهر خوجان تحت کرانتین گرفته شدند. آنها گفتند سنجش لعاب دهان این افراد موجودیت کرونا ویروس را رد کرده است، اما این مقامات نشر ورقه نتیجه های آزمایش را صلاحیت وزارت تندرستی تاجیکستان نامیدند. برای آگاه شدن از تفصیلات به برنامه خبری 3 ساعت پس تماشا کنید. وضع اکبرجان خالقوف مهاجر لطوکوب شده بهتر شده است. نزدیکان مهاجری 22 ساله که 1 اپریل از سوی کارفرمایش از دوم آشیانه به زمین پرتاب شد میگویند حالا او آزادانه صحبت میکند، اما همچنان آثار لطوکوب در چهره او باقی مانده است. ولی نفری که اکبرجان را شدیداً مجروح کرد با شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی قرار دارد. اکبرجان خالقوف به حیث راهرو کار میکند و 5 سال این جانب در مسکو به سر میبرد. جزئیات نو را درباره این حادثه منتظر باشید. نزدیکان گنرال محکوم شده غفار میرزایف تلاش کردند برای او یک وکیل دفاع خارجی بگیرند، اما مقامات تاجیک درخواست این وکیل دفاع برای حمایت میرزایف را رد کردند. آنها گفتند قانونگذاری تاجیکستان داشتن وکیل دفاع خارجی را پیش بینی نکرده است. پیوندان او همچنین میخواهند شرایط نگهداری او در زندان دیگر شود. در این باره در برنامه خبری برای شما تفصیلات بیشتر خواهیم داد. یادآور میشم که غفار میرزایف نهادهای انتظامی تاجیکستان ماه آگوست سال 2004 بازداشت کردند و دادگاه عالی بعد 2 سال بررسی پرونده او را به حبس ابد محکوم نمود. گنرال سابق با جرم قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیر مجاز سلاح، نگهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزنین گناهکار دانسته شده است. روز 5 اپریل وزارت تندرستی بلاروسیا اطلاع داد که شماره گرفتاران کرونا ویروس در این کشور از 440 تا 562 نفر افزایش یافته. تا این زمان در رابطه با بیماری کووید 19 که انگیزه آن کرونا ویروس می باشد 8 کس به هلاکت رسیدند. وزارت علاوه کرد که فعلا 502 نفر در شفاخانه های بلاروسیا معالجه می شوند و 52 نفر شفا یافته از شفاخانه رها شدند. منصبداران وزارت تندرستی بلاروس تاکید کردند که 8 فرد فوتیده از دیگر بیماری ها نیز اذیت می‌کشیدند. در پس منظر خبرهای زیاد ناراحت کننده درباره کرونا ویروس، طراح تاجیک تلاش دارد به مردم احساس خوشحالی بخشد. حالا نفیسه مرادووا و همکارانش نقاب‌ها با نقش و نگار ملی و سوزنی را آماده دارند. طراح میگوید که نقاب‌های طبی از متاع ملی توجه بسیاری ها را در خارج از جمله روسیه و اروپا هم به خود جلب کرده است. یکی از گزارش‌های امروز ما همین خواهد بود. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خداوند نگهدار شما.